بسم الله الرحمن الرحیم. پیام الهی. این برنامه را که حاوی مطالب قرآنی است با سمی لقا فراموش نکنید. درود بر سرور کائنات جناب حضرت مبارک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله منان را یک بار دیگر سپاسگزاری می کنیم که باز هم برای ما توفیق بخشید تا باز هم به خدمت شما دوستان و علاقمندان قرار بگیریم و بحث امروزی خود ان شاء الله آغاز بکنیم. بحث امروز ما در رابطه به آیت از قرآن عظیم الشأن سوره النساء پاره 5 و المحصنات است که در ربع قرار داره. این آیت از قرآن عظیم الشأن که ما برای شما تلاوت میکنم. پروردگار جل علی مجده در امین قرآن عظیم الشأن برای ما زندگی عالم ماده و معنا را شرح و بیان میکنه و برای ما درس میدهد که شما اگر کدام وقتی در کدام زمانی به سخن پی میبرین که زندگی را بتوانه به چرخش بیاورد و یا اگر میخواهین آرام زندگی بکنین، یعنی آرامش روح و وجدان و صداقت و پاک دامنی در زندگی داشته باشین، از مراجعه بکنین به کلام بر حق الهی که نامش قرآن عظیم الشأن است. این قرآن عظیم الشأن می تواند تمام انسان ها را اداره بکنه. خود قرآن عظیم الشأن را می توانیم کتاب رحمت نامگذاری کنیم و اداره و منیجمنت هم در این قرآن عظیم الشأن وجود دارد و بر ما در هر مقطع زمان پاسخگو است. اما این که ما اکثرا به مشکل گرفتار میشیم، هدف نهایی بر امین است که ما آنچنان از قرآن که باید برداشت بکنیم نکردیم. از او خاطر ضعف در کارها وجود دارد. اگر در تجارت ما می خواهیم که پولدار شویم، در تجارت صداقتمندی هم در اولویت قرار دارد و جنس خوب را خریدن و فروختن و معامله نیک داشتن در خرید و فروش، این هم از جمله اخلاق تجارت است. و به همین گونه اگر هر عملی که وجود داره، اگر ما اصل و مبدأش فکر بکنیم، ما دیگر بر رنجش گرفتار نمیشیم، بر رنجش تناقض یا نقص کردن در اون عمل. وقت ما در زندگی عالم ماده به جای میرسیم، به مرتبه های میرسیم که میخواهیم زندگی خود آغاز بکنیم، چی زندگی تجارتی، چی زندگی اقتصادی ما که وابسته به تجارت ما هست، چی زندگی صحی، چی زندگی زراعتی، چی زندگی تحصیلی یا فرهنگی یا سیاسی و یا هر رشته را که ما در زندگی انتخاب میکنیم که او زیبنده برای یک انسان است. همین تمام ابعاد و تمام جزهای را که ما بر شما یادآوری کردم که در اصل ما می توانیم آنها را کلیات هم بنامیم. تمام اینها وابسته است به یک نقطه بسیار باریک و اساس و قابل شرح و بیانات بیشتر
که او عبارت از امین است که پروردگار جل علا عظمتا مقامها را در امون عالم ماده بر ما تعیین میکنه. کسی را به نام رئیس جمهور، کسی را به نام صدر اعظم، کسی را به نام معین یا رئیس یا معاون یا سخنگو یا هر کس که هست، هر کدامی از اینها به مقطع زمان، به گذشت زمان، به موقفهای خود وقتی که رسیدن مطابقت ما